سلام آقا، چطوری؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. آقا من امروز اومدم بهتون یه دونه ردیم کد جدید و کاملا رایگان معرفی کنم که داخل چنل تلگرامیمون گذاشتم. چنل تلگراممون لینکش داخل دیسکریپشن هست، داخل کامنت ها پین شده، حتما بهش سر بزنید که کلی کار خفن اونجا انجام میدیم. و همچنین بچه‌ها این ردیم کد خیلی خفنی نیست، اما بالاخره مفاشی کوف باشه و گارنا به صورت رایگان اینو خاص کرده و من امروز اومدم بهتون یه توضیح کوتاه دربارش بدم و برم. خب بچه، در استپ اول ما باید بریم یه دونه فیلتر شکن بزنیم که اگه فیلتر شکن ندارید من بهتون فیلتر شکن جامپ وی پی ان رو معرفی میکنم که وی پی ان خوبیه، همون اینستا، یوتیوب و سایت های خارجی کارتون رو راه میندازه. بچه من میرم وی پی ان بزنم، الان برمیگردم. خب بچه من اومدم و وی پی انم چیز شد، وی پی انم متصل شد. الان باید برین داخل مرورگرتون، حالا گوگل یا هر چیزی، باید سرچ کنید FF ریوارد یا همون جوایز فری فایر رو بزنیم و همونطور که ببینید اولین سایت رو انتخاب میکنیم. بعد برامون یه صفحه بالا میاد که اگه نت یاری کنه این صفحه بالا میاد که باید اونجا لاگین کنید و وارد حسابتون بشین. الان به من یه اروری داد که من باید برم اینو درستش کنم. همونطور که میبینید الان واسهتون بزرگ کردم و اینجور که کنار اگه ببینین دقت کنید میشه ایتس مکنیکس تیوی که همون اسم اکانت خودمه و باید بریم اکانتمون رو، یعنی باید بریم ردیم کدمون رو بزنیم. من برم بزنم الان. خب بچه من ردیم کد زدم و برم میشه کانگرچولیشن و باید در مرحله اول بیایم و این داخل بازی و به همین سادگی رو اکانتتون باید لاگین کنید. من برم لاگین کنم بیام. خب بچه همونطور که می‌بینید من الان اومدم داخل بازی و 30 تا از این توکنای نینجا به ما داد که خیلی باحاله و باش میتونیم یه دونه تبر، یه دونه حضرت تبر، عصای حضرت اسرائیل رو بگیریم که خیلی به شدت کلافته است و برای ایونت ناروتوه. و الان من نمیتونم بگیرم چون یکم توکن کم داره، اما خیلی جلو میندازه شما رو و حتما این ردیم کد بزنید. مرسی که داخل ویدیو همراه هم بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. تا ویدیو بعدی، فعلا.